به نام آفریدگار خرد، فرزاد اسدپورم. با تدریس درس زبان و ادبیات فارسی دهم، درس دوم، از آموختن ننگ مدار. متنی زیبا و آموزنده است از کتاب قابوسنامه نوشته عنصرالمعالی کیکاووس ابن واشمگیر در قرن 5 هجری. این کتاب علاوه بر ارزش اخلاقی از نظر ادبی بسیار با ارزش است. نوع نثر این اثر گرانمایه روان و از گونه ادبیات تعلیمی است. از آموختن ننگ مدار. بر اساس ساختار کتاب و بر اساس ساختار امتحانهای پایان ترم، نخست به قلمرو زبانی، قلمرو ادبی و قلمرو فکری میپردازیم. تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلاف نموده مباش. تا اینجا من شماره گذاری کنم. ببینید چند جمله است تا مباش. تا اینجا ببینیم چند جمله است بچه. تا توانی از نیکی کردن میاسا، خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلاف نموده مباش. پس این عبارت 5 جمله. 5 جمله. تا همیشه حرف ربط وابسته ساز. تا حرف ربط وابسته ساز. خب توانی یعنی میتوانی، فعل مضارع اخباری. میتوانی و زمانش میشه چی؟ مضارع اخباری یا حال اخباری. از نیکی توانی چندم شخصه یا میتوانی دوم شخصه، پس نهادش میشه کی؟ تو. نهادش محذوفه. تو تا میتوانی یا تو تا توانی. پس نیستید نهاد محذوف و چون میتوانی دوم شخص مفرده، ضمیر شخصی متناسب با شناسه میتوانی میشه تو. این یه نکته. و اگه دقت کنی شناسه ما ای هست. ای دوم شخص مفرد هستش. از نیکی کردن میاسا. بازم تو از نیکی کردن میاسا، چون میاسا فعل نهیه، به تو امر میکنه. میاسا فعل نهی و چندم شخص؟ دوم شخص مفرد. پس تو از نیکی کردن میاسا. تو نهاد. درست شد؟ از حرف اضافه است. پس نیکی کردن میشه متمم. نیکی کردن میشه متمم. و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای. و حرف ربطه. واو ربطه. حرف ربط هم پایه ساز. حرف ربط هم پایه ساز یعنی جمله قبل از واو همون قدر مستقله که جمله بعد از واو. بازم و تو خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای. خود میشه چی؟ نقشش میشه مفعول. را در اینجا نشانه
مفعول، بازم به نیکی به حرف اضافه است. نیکی میشه چی؟ متمم. واو عطف حرف عطفه، چون دو یا چند کلمه رو به هم ربط میده، پس میشه حرف عطف. خب کلمه بعد از واو عطف میشه چی؟ میشه معطوف، جزو نقش های بدلیه. معطوف به چی؟ کلمه قبل از واو چه نقشی داشت؟ متمم. بعد از واو عطف نیست همین نقش رو میپذیره، پس میشه معطوف به متمم. به مردم نمای، بازم به حرف اضافه است، مردم میشه متمم. متمم. نمای یعنی بنمای، فعل امره، بنمای، فعل امر. و چون نمودی، بازم این واو یعنی وقتی که، و واو ربط بخشید، و واو ربط یا حرف ربط همپای ساز. و چون نمودی، چون یعنی وقتی که، هرگاه چون به معنای وقتی که باشه حرف ربط وابسته سازه، حرف ربط وابسته ساز. و چون نمودی فعل ماضی ساده است، یعنی و تو چون نمودی، تو محذوفه، از روی این شناسه ای میتونیم تشخیص بدیم دوم شخص مفرده، پس میشه چی؟ نمودی ماضی ساده. ماضی ساده دوم شخص مفرد. و چون نمودی به خلاف نموده مباش، بازم تو به خلاف نموده مباش. خب تو نهاد به خلاف نموده، از این نص داشتیم در درس اول هم، به حرف اضافه است. خلاف نموده یک جا میشه متمم مسندی، یعنی به حرف اضافه است، خلاف نموده گروه متممی و ترکیب وصفی. خلاف میشه متمم، نموده میشه صفت مفعولی و یک جا با هم میشن متمم مسندی. خلاف نموده یک جا با هم خلاف نموده رو با هم میگیم یک جا متمم مسندی، متمم مسندی در جایگاه به خلاف به حرف اضافه است، خلاف نموده یک گروه متممی. من اینو بکشم بالا، یک گروه متممی دو ترکیب وصفی. چرا؟ چون خلاف، این رو رنگش رو تغییر بدم، خلاف میشه متمم، خلاف میشه متمم. چرا ترکیب وصفی؟ چون نموده صفت مفعولیه، نموده صفت مفعولیه. درست شد؟ به خلاف نموده مباش، مباش یعنی نباش، فعل نهی و اسنادیه. مباش یعنی نباش، پس میشه فعل نهی، فعل نهی و فعل اسنادی و فعل
اسناد تا اینجا. اگه بخوام قلمرو ادبی این قسمت رو بگم، تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای. نیکی و نیکوکاری تناسب من اینو با رنگ دیگه بنویسم. نیکی و نیکوکاری رابطه تناسب دارند. تناسب، درسته؟ دیگه چی؟ نمای و نمودی و نموده، نمای، نمودی و نموده از یک ریشه اند. نمای، نمودی و نموده رابطه همریشگی دارند. پس میتونیم بگیم جناس اشتقاقند. جناس اشتقاق. جناس اشتقاق. و میاسا، تا توانی از نیکی کردن میاسا. میاسا یعنی دست بر ندار، دست بر نداشتن، عبارت کناییه. خب بریم سراغ جملات بعد.